خب امروز ما قرار مثل مسی تمرین کنیم که اول باید دریپ و بعد پنالتی و بعدش هم کاشته تمرین کنیم که همش و قشنگ مثل مسی باشه. خب اول ما باید بیایم اینجا دریپ تمرین کنیم و بعد بریم کاشته و پنالتی. خب اول که مسی اینطوری میاد جلو، این از این چند تا همطوری میرم ببینم چی میشه. هوا الان -1 درجه است، دارم یخ میزنم، من ریدم تو هوا. خب ما اینطوری مثل مسی خورد به تیرک و رفت تو. حالا باید کاشته و پنالتی تمرین کنیم. نه وایسا یه ذره ما این دریپو بیشتر کنیم بعدش بریم سراغ کاشته پنالتی. ببین دریپایی که من مسی دیدم همش این شکلی، نکن اینطوری میاد با بغلای پشت میزنه میاد جلو. ریدم. به نظرم که باید بیشتر تمرین کنم. اول چیکار میکرد؟ سریع ترش کنم. خورد رو تیرک میگیرش. موندم مسی چجوری داره میره، پاره شدم. سرعت رو باید زیادتر کنم، به نظرم سرعت بره بالا همه چی اوکی. ما الان ما هم مثل مسی بزنیم. خب اون پنالتی که ریدیم، حالا بریم اینو چه غلطی میکنیم. ای خدا بخواد وایستا، این ماشاءالله این اولی. داداش اینو بچه 2 ساله هم حتی میتونه بزنه. فقط یه بدیه که ما داریم دروازه‌بان نداریم، همین. وگرنه خیلی بهتر میشه ویدیو که مهم نیما پنالتی ها رو دورتر میگیریم که سخت‌تر هم بشه. خب حالا میریم سراغ کاشته مسی. حالا از اینجا، حالا حیف که دروازه‌بان نداریم وگرنه قشنگتر میشد، ولی به چپم حالا و خورد. حیف که دستمال رو نیورده، همش آبزش بینی تو این هوا داریم یخ میزنیم. به خدا هوا -1 درجه است، لایک نکنی گی. فکر کاشته گیرم بزنم، به نظرم خوب نشد. این از دروازه خورد به تیرک. من میگم حیف دروازه ها نداریم و یعنی خیلی بهتر میشد. خیلی ریدم. این یکی دیگه گله. خدا دوربین دستم یعنی همش برده بود تو چارچوب. حالا یکی نگاه وایسا، اوت نمیشه با دوربین دستم نمیتونم بزنم، وگرنه الان حداقل یکیش گل شده بود. خب حالا اینو سراغ روپایی‌های مسی که اول ما با کفشش هم نمیشه. ریدم توش، خیلی سخته با. امین آباد. تا آخر ویدیو هم ببینید که آخر سر قراره با کفش، یعنی با اینا رو پایی بزنم. خب حالا بریم با توپ کمباد رو پایی بزنیم که 100% سخت‌تر دیگه. بازم خوبه و اینم از این. بازم میریم حالا از دور، اول رو پای میزنم بعد شروع کنم سمت تیرک.
عباس سرده، نمیتونم بخندم، میخوام بخندم یا لبخند بزنم، خیلی سرده. خب اول ما میان خیلی سرده، به خدا نمیشه، هوا منفی 1 درجه است. ما بدبخت داریم ویدیو میگیریم، خورد تو در دیوار. بسم الله خدا بخواد. خیلی سرده، هیچی غلطی نمیتونم کنم. بیخ گوش تیرک رد شد. ویدیو بره تو دروازه دیگه، حساب داریم میمیریم. خیلی سرده به خدا، ناموسن خیلی سخته این حرکت مسی. نگاه اول نه سخت نیست، الان خیلی سرده. اینطوری میاد، اینطوری ماشاءالله خورد. حالا با یکی اومد، این یکی هم خورد. بله الان ما مدرسه رو پیچونی واسه اگه خدا بخواد دوربین فوکوس کنه. جان آقای چی معلوم نی بابا، ریدم توت، هیچ چیز معلوم نیست، ریدم تو هوا. مثلا تو سایه وایستم شاید چی معلوم باشه. یه ذره معلوم شد. نگاه مدرسه رو پیچوندیم اومدیم واسه تو ویدیو بگیریم. چی میاد همچین کاری کنه؟ حالا رسیدیم به جای سخت این چالش، یعنی با کفش رو پای زدن که عمرن بشه. عمرن، ببین این عمرن بشه. حالا نگاه خیلی سخته بابا. مسی واسه شاید اینطوری بشه، اینطوری به خدا نمیشه. این چه سمیه؟ اسرائیل وید چیه آقا؟ مال اسرائیله؟ چی بود؟ چقدر نزدیک بود، خیلی نزدیک بود. اون رو پایا کفش هم که نتونستیم غلطی کنیم، هیچ غلطی نتونستیم بکنیم. یه هواپیما جنگی هم که رفت ریدیم تو خودمون. و فعلا تو ویدیو دیگر، خدا نگهدار. میام بالا از این شبا، همه تابلو جلو چشمام، خواب نیستم من بیدارم، چشمام بازه تا فردا. هی صدام کنید یوتیوب، منشم بهترین تاریخ، کلیک از همه جای دنیا، همه دنبال یک عاشق. من میشم بهترین یوتیوبر تاریخ، هیچ کس مثل من